توصیف کننده های ما از الان اومدن. بریم آماده شیم که کم کم شروع میشه. سلام، اینجا نمایشگاه گروهی نقاشی روی شیشه با عنوان نقش. ما شما رو دعوت میکنیم به بازدید از نمایشگاهمون و میخوایم که دونه دونه تابلوها رو بهتون نشون بدیم و در موردشون صحبت کنیم. این نمایشگاه توسط من مینا تقی‌زاده که به عنوان استاد راهنما و گردآورنده آثار بودم جمع‌آوری شده و به همراه 6 نفر از هنرجویانم آماده شده. بفرمایید. مجموعه که اینجا میبینید 11 اثر 40 در 40 روی شیشه که با موضوع ایران در واقع اجرا شده. تمام تابلوهای این مجموعه با موضوع مناظر و ابنیه ایران آماده شدن. خب تابلو اول نمایی از بندر کنگ هرمزگان هستش. همه این تابلوهایی که در این مجموعه من آماده کردم با تکنیک آبرنگی در ویترای اجرا شده. تابلوی دوم گنبد و بادگیرهای یزده. من میخوام توجه شما رو به جزئیات این اثر جلب کنم. سختی کار ویترای در تکنیک آبرنگی به این خاطره که شما باید رنگ رو با سرعت روی کار بذارید و سعی کنید که یک پارچه فضا رو رنگ‌آمیزی کنید و در عین حال بتونید یه سری جزئیات رو ایجاد کنید و در واقع یه مقداری سعی کنید که با حفظ جزئیات نمای کلی کار رو به وجود بیارید. تابلو سوم با عنوان ماسوله و همینطور که می‌بینید باز هم با تکنیک آبرنگی. تابلوی چهارم ابیانه، نمای کلی از قسمتی از ابیانه که با آنالیز طرح و فضا همراه بوده. نمای کلی از شهر یزد که یک ترکیب بندی کاملا ذهنیه و در واقع یک تصویر رئال نیست و اون چیزی که من توی ذهنم از فضای یزد دیدم رو توی این ترکیب بندی خلاصه کردم. بادگیرهای یزد که سعی کردم توی این کار قسمت‌های عمودی طرح رو در کنار فضای آسمان به کمک رنگ‌ها با هم دیگه تلفیق کنم و در واقع این اوج و این در واقع ارتفاع رو به کمک آسمان به هم دیگه پیوند بزنم. نمایی از خانه‌های بوشهر یا در واقع نمایی از شهر بوشهر که باز هم ترکیب بندی این کار ذهنیه کاملا و یک فضای حدودی از چیزی که شما در بوشهر می‌بینید و میتونید در این اثر مشاهده کنید. روستای قلات شیراز که باز هم یکی از مناظر فوق‌العاده ایران هست و ما فقط یک برش کوچکی از این روستا رو می‌بینیم در این تصویر. میدان حسن آباد تهران که با تغییر رنگ سعی کردم یه مقدار حالت فانتزی‌تر و شگونه‌ای رو به این فضا القا کنم. کاخ آپادانای شوش، تلفیق طبیعت و این بنای فوق‌العاده تاریخی که نهایت در واقع افتخار ایرانی بودن رو من در این اثر برای خودم برمغان میاره. و آخرین اثر نمایشگاه که متعلق به من هست مسجد اردستان در اصفهان، یکی از بناهای فوق‌العاده تاریخی که متاسفانه در
معرض آسیبه، ولی من انقدر بافت این فضا رو دوست داشتم که دلم می‌خواست که یک تصویر ازش حتما در این مجموعه داشته باشه. بریم سراغ دومی هنرمند از مجموعه نقش مینا، خانم اکرم بذره‌گری. خانم بذره‌گری 5 اثر در این نمایشگاه دارن و میتونم بگم که از هنرجویانی بود که روی تکنیک‌های مختلف ویتراژ خیلی اشراف داشت و خیلی توانایی اجراییش بالاه و به همین خاطر 2 اثر رو با تکنیک رئال اجرا کردن به کمک رنگ‌های مات ویتراژ و 3 اثر رو به کمک تکنیک آبرنگی اجرا کردن. اولین تابلو در ابعاد 60x40 با عنوان عطار از پنجره کمال رو می‌بینید که بسیار با جزئیات و با دقت اجراش کردن و یکی از بهترین تابلوهای نمایشگاه ما هستش. تابلوی دوم با عنوان ایران باستان، در واقع بخشی از ایران که متاسفانه الان در فضای فعلی، یعنی در موقعیت فعلی ایران نیست، اما در واقع سمرقند بوده که جزء ایران بوده و اینجا آرامگاه شاه زنده است که باز هم سعی کرده اکرم جان به کمک تکنیک آبرنگی و سایمات یا همون تکنیک رئالمون و حتی بخشایی از کار رو به کمک ورق طلا تلفیقی اجرا کردن و واقعا برای این تابلوشون هم فوق‌العاده زمان گذاشتن و خیلی عالی انجامش دادن. تابلوی سومشون خانه پرهامی در شیراز که با تکنیک آبرنگی تماما اجرا شده و تابلوی چهارم هم با عنوان نقش جهان با تکنیک آبرنگی. تابلوی پنجم خانم بذره‌گری رو در انتهای سالن می‌بینید، ولی فعلا با سومین هنرمند این مجموعه آشنا میشین، خانم میترا مظاهری که 3 اثر در این نمایشگاه داشتن. تابلوی اول با عنوان ایوان ماسوله تماماً با رنگ‌های مات اجرا شده و کاملاً پوششی هستش، ولی سعی کردن که تلفیقی از تکنیک آبرنگی رو هم در فضاهای سبز که بک‌گراند کار هستش اجرا کنن. یک نوآوری در این اثر داریم، مسجد نصیرالملک. سعی کردیم به کمک نور یه سری از فضاهای شفاف رو در قسمت پنجره ها روشن‌تر کنیم که یه انعکاسی از این نورها در قسمت پایین کار داشته باشیم. الهام بخش همون تصویر اصلی مسجد نصیرالملک باشه برای شما. تابلوی سوم آرامگاه حافظ که تماما با تکنیک آبرنگی اجرا شده. میریم سراغ هنرمند چهارم نمایشگاه، خانم محبوبه عرفانی که 2 اثر در این نمایشگاه دارن. اثر اول جنگل فندقلو که جزء مناظر طبیعی فوق‌العاده زیبای ایران هست، واقع در اردبیل، و این کار رو به کمک تکنیک سایمات و تلفیقش با تکنیک آبرنگی اجرا کردن و خیلی خیلی خوب تونستن به کمک جزئیاتی که در ابتدای تابلو اجرا کردن و فلو شدن گل‌هایی که در انتهای کار هستش عمق رو به بیننده القا کنن و این کار واقعا در تکنیک ویتراژ کار ساده‌ای نیست، اما به نظرم خیلی خوب از پسش برآمدن. و دومین اثر خانم عرفانی باغ فین کاشان که با تکنیک آبرنگی و با رنگ‌های مات اجرا شده و در قسمت طبیعت و زمین تونستن تکنیک آبرنگی رو اجرا کنن که به نظرم با اینکه با تصویر اصلی تفاوت داره از لحاظ اجرایی، یعنی رئال نیست، اما این تلفیق آبرنگی رو خیلی خوب توی این کار تونستن کنترلش بکنن که به زیبایی اثر واقعا اضافه کرده. پنجمین هنرمند از این مجموعه خانم سوسن بهرامی که با 4 اثر در نمایشگاه شرکت کردن و تابلو اولشون خانه مدرس واقع در تهران هستش که
خیلی از بازدید کننده های ما واقعا با این اثر حس نوستالژی براشون زنده شده. با تکنیک مات تماما اجراش کردن و کاملا هم رئال هستش. کار بعدی 8 بهشت اصفهان که تماما با تکنیک آبرنگی اما با رنگ‌های مات انجامش دادن. تکنیک آبرنگی خیلی گسترده است. شما هم میتونید به صورت شفاف انجامش بدین، هم نیمه مات و هم مات، یعنی اینکه نور ازش عبور کنه یا نکنه. و این موردیه که حالا ما توی دوره هامون، تو آموزش هامون به صورت مفصل برای بچه‌ها توضیح میدیم و همونطور که می‌بینید توی کاراشون هم اجرا کردن. تابلوی سوم روستای جهان‌نما که با تکنیک شفاف و خونه ها رو با تکنیک مات رنگ کردن و این کار هم زمانی که نورپردازی روش انجام شد، خصوصا تو نمایشگاه، انعکاس رنگ ها روی دیوار واقعا فضای سه‌بعدی رو به وجود آورد. کلا رنگ های شفاف ویترای خیلی این انعکاسشون برای بیننده جذابه. و تابلوی چهارم آرامگاه سعدی که این کار رو تماما با تکنیک مات اجرا کردن و حالت رئال هم داره. هنرمند ششم در این نمایشگاه خانم سمیره کیانی که 2 اثر دارن و هر دو رو از مرداب انزلی اجرا کردن که همینطور که میبینید عمق فوق‌العاده‌ای داره، اجراشون فوق‌العاده عالی و تمیزه، در عین حال که بخش‌هایی از کار رو رئال اجرا کردن، در کنارش و اطراف کار رو با تکنیک آبرنگی پوشش دادن و همین مسئله باعث ایجاد عمق در کار ایشون شده. تابلوی بعدی هم باز از مرداب انزلی از یک نمای دیگه و تلفیق تکنیک آبرنگی و رئال در یک اثر. و آخرین هنرمند نمایشگاه ما خانم ریحانه رفیع‌بخش که 3 اثر در این نمایشگاه دارن و تمام آثارشون رو با تکنیک شفاف اجرا کردن، اما نوآوری که داشتن تکه های رنگامیزیشون رو خیلی خیلی کوچیک‌تر در نظر گرفتن، یه آنالیز رنگی انجام دادن و همطور که می‌بینید پشت بام خانه رنگامیزیشون به خاطر اینکه کوچیک شده بود شبیه کریستالای رنگی شد، یعنی انعکاس این نور روی دیوار اونو خیلی شبیه کریستالای رنگی کرد. ما که همچین حسی ازش گرفتیم. شما چطور؟ و 2 اثر پایانی نمایشگاه که یکیشون کار خانم ریحانه رفیع‌بخش که باز هم نمایی از شهر یزد هستش و تابلوی پایانی اثر خانم برزگری، نمایی از تخت جمشید با تکنیک آبرنگی. بچهای گروه همشون حاضر نشدن بیان جلو دوربین، من مجبورم که غافلگیرشون کنم. بریم دونه دونه پیداشون کنیم، نظرشون رو بپرسیم در مورد نمایشگاه، زر باشون گپ بزنیم. خب اول از همه زورم به سمیره میرسه. دیگه خودتون چون حاضر نشدین بیان، من مجبورم که به این شکل صحبت کنم. کلا 2 تا کار داشتم تو نمایشگاه، فکر کنم نزدیک 3 ساله که ویترای کار میکنم. هم بیوگرافی دیگه فکر کنم دیگه الان هم میدونن که من سمیره بودم و دیگه بیشترم دوست دارم که طبیعت کار کنم و آبرنگی هم کار کنم. خب اون 2 تا تابلوی مردابای انزلی کار سمیره جان بود. بله پشتمونه.
و اینکه سمیره خیلی با استعداده. من طی این مدت خیلی سعی کردم تابلوهای بیشتری آماده کنم، ولی خب درگیره، معماری خونده و کارش فوق‌العاده است، ولی امیدواریم که بتونیم تو نمایشگاه بعدی هم ببینیمش. امکانش هست؟ دیگه حالا ببینیم. حالا نمیده. خب یکی دیگه از هنرجوهای فوق‌العاده محبوبه جون، خانم محبوبه عرفانی. مرسی. اولین تجربه نمایشگاهیمه، یه حس خیلی خاصه، واقعا مثل حس مادر شدن که نمیشه وصفش کرد. اینم همونطوریه واسه من. خیلی خوشحالم. خب محبوبه بگو چه کاری انجام دادی؟ چند وقت ویترای کار میکنی؟ من 10 سال پیش ویترای یاد گرفتم به صورت خیلی مبتدی، دیگه رهاش کردم تا اینکه کارهای مینا جون رو توی اکسپلور اینستا دیدم و دیگه خیلی جذب شدم چون خیلی برام متفاوت بود. پیجشون رو فالو کردم، پیام دادم من میخوام کلاساتون رو بیام تا اینکه دیگه بالاخره نوبت من شد و دیگه واقعا ویترای به یه سبک خیلی متفاوت واقعا تجربه کردم. 2 تا کار تونستم برای نمایشگاه حاضر کنم که یکی فندقلو هستش مال اردبیل، یکی هم که باغ فین کاشان هستش. به نظر من در مورد محبوبه جون توی اجرای طبیعت و گل و مرغ خیلی مهارت داره و اگر که ادامه بده مطمئنم که به اون نتایجی که میخواد حتما میرسه. مرسی از شما که اعتماد کردی. قربونت، کارت چون تکه واقعا. مرسی ازت، ممنونم عزیزم. بریم سراغ سوم، سمت کارت، همطور که داری از خودت میگی. ریحانه هستم، روانشناسی خوندم، بعد چند ساله که ویترای کار میکنم، هنرجوی مینا جون بودم. دیگه براتون بگم که بعضی وقتا آموزش میدم و الانم که با عکسایی که از یزد گرفتم نقاشی کردم روی شیشه و در خدمت شما هستم. بعد کارهای تو نمایشگاه با همه خیلی فرق داشت. ذهنیت تو بگو در مورد کارت که اصلا چی شد که به این شکل اجراش کردی؟ دلم میخواست که خب مثلا از عکسایی باشه که خودم گرفتم و جایی باشه که خودم از نزدیک دیدمش. بعد دیگه با کمک نرم افزارا و اینا به این رسیدم که این شکلی اجراش کنم و دوست داشتم که شفافم باشن، سایه شفاف باشن. ممنونم عزیزم. خب بریم سراغ نفر 4 از گروهمون. بیا نمی‌تونی در بری، باید بگی. اکرم جون هر روز نمایشگاه رو بود، حتی یه روز که من نبودم من باز بود. خیلی همراهیش برای من ارزشمنده. خواهش می‌کنم. حالا دوست دارم که در مورد کارت بگی، خودت معرفی کن، یه بیوگرافی بده. اکرم برزگری هستم. 2 سال و نیمه که ویترای کار میکنم. بعد تجربه خیلی شیرینی بود، خیلی عالی بود، یعنی اصلا کلی تجربیات من زیاد کرد. بعد دیگه همین با هم صحبت میکنیم یه دنیا حرف آره داریم. واقعا الان دیگه حرف زیاد، الان شوکه شدم. یهو شوکه شدم. ولی کاراشو میتونین پشت سرش ببینید. اکرم جون 5 تا کار تو این نمایشگاه داشت که همینطور که دیدین خیلی هم فوق العاده بودن و حالا دیگه الان بیشتر از این نمیگه برامون، ولی شما دیدین دیگه. عالی بود، فقط ادامه دار باشه لطفاً. میگم لطفاً ادامه دار باشه. حتما، چرا که نه. خب بریم سراغ دو چای میخوره. بریم با سوسن جون صحبت کنیم. سوسن جون میدونم دیگه میخواستی صحبت نکنی ولی همه آخه همینو میگن مجبورم. خب خودتو معرفی کن، بگو چند وقت ویترای کار میکنی، همون بیوگرافی که بهمون داده بودی. خب باش، من سوسن بهرامی هستم. 1 سال و نیمه که دارم ویترای کار میکنم پله مینا جون و خیلی لذت بردم. اصلا فکر نمی‌کردم تا این حد حرفه‌ای بشم، لو از دید خودم فکرشو نمی‌کردم، ولی خب مدرس خوبی داشتم دیگه. بعد دیگه در مورد چی صحبت کنم؟ نمایشگاه بعدی همراهمون هستی؟ ایشالله. دوست دارم باشم، آره خیلی دوست دارم باشم. بعد اینکه کلاس مینا جون بذار تعریفش رو بکنم که خیلی فوق‌العاده است. جدای از بحث هنریش یه جورایی آرام بخش برای آدم. محیط سرشار از آرامش، لطافت. چی بگم؟ ها؟ آره، بچه‌های خوب، دوستای خوب.
آره گروهشون خیلی گروه خوب و پرنشاطه. مسئله اینه که من اینجا با دوستای خیلی خوبی آشنا شدم و دلم نمیاد رها کنم. الان مینا جون میگه نه یا کلاس ولی من میام. خوشحالم که کنارمون هستی. مرسی عزیزم. من خوشحالم سعادتی شد که با شما آشنا شدم. مرسی. خواهش تنجونم که پشت سرمون می‌بینی این قسمت 4 تا اثر ارائه دادن، با اینکه جزء بچه‌ای بودن که تایم کمتری رو تو دوره شرکت کردن ولی خب خیلی خوب کار کردن. ممنونم. سراغ آخرین نفر از گروهمون، البته ایشون بزرگتر من هستن، واقعا میتونم بگم حق استادی دارن چون ایشون معلم بودن ولی خب دیگه سرشون شلوغ بود. الان میریم باشون صحبت کنیم. چیکار کنم بگم به نام خدا؟ نه به نام خدا خیلی صمیمیه. میترا مزایری هستم. حدود 20 ساله که نقاشی کار میکنم، تا رنگ روغن، آب رنگ، مداد رنگی، اما به صورت خیلی مصمم ویترای 4 ساله که شروع کردم. با خانم تقی‌زاده هم شروع کردم و یه نگاه جدیدی به من دادن به نسبت به نقاشی و حالا دنیای ویترای. خیلی خوشحالم که توی این نمایشگاه شرکت کردم. نمایشگاه بعدی هم با ما هستیم. حتما. مرسی. واقعا دوست داشتنیان، همشون رو دوست دارم. میترا جونم که دیگه حرف ندارن. واقعا عزیز دل من. قربونت برم. مرسی عزیزم. فدات شم. خیلی خوب، اینم از مصاحبه با هنرجوهای ما و تمام. خب امروز 12 آبان 1402 بود و اختتامیه نمایشگاه ما هم برگزار شد و نمایشگاه به خوبی و خوشی به اتمام رسید. این نمایشگاه بعد از 11 سال کاری من در زمینه ویترای بود که میتونم بگم جزء نمایشگاهی بود که خودم خیلی دوستش داشتم. کارهای بچه‌ها رو، کارهای خودم رو واقعا هر کدوم رو با دقت و حوصله براش وقت گذاشتیم و از نتیجه راضیم. اون چیزی که توی ذهنمون بود و تونستیم اجرا کنیم. امیدوارم که بازدید کننده ها هم همین نظر داشته باشن. دوست داشتم ویترای در سطح حرفه‌ای ارائه بدم و چیزی نباشه که بیشتر دیده شده و فکر می‌کنیم که به این هدفمون رسیدیم. ممنون که همراه هم بودین و تا ولاگ بعدی خداحافظ.